سلام و عرض خسته نباشید خدمت بچه‌های گل 11 رشته تجربی. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. چه خبر؟ خوبید؟ بچه‌ها ما جلسه گذشته تا سر صفحه 12 درس دادیم. درس امروز هم به جلسه قبلی ربطی نداره که میتونید بمونید و لذت ببرید و پیش بریم. بچه کلاسمون هم توی پنل برگزار میشه، چون اسکای روم یه مقدار توی دوران جنگ یکم زیاد خوب کار نکرده. حالا از یکی دو هفته دیگه احتمالا درست بشه. بچه اثبات ها و مسائل پایان فصلم من هنوز حل نکردم، به خاطر اینکه یه مقدار تعداد کلاسام زیاد بود. کلاس سالیانتون رو تمام کردم، الان هم سالیانتون تمام شده. ایشالله امشب و دیگه تا آخر هفته این کل تمرینا و اثبات ها رو واسهتون میذارم. خب ببین بچه ها، معادله و تابع درجه دو. ببین شما یه تابع درجه دو در نظر بگیرید. AX2 به علاوه BX به علاوه C. این یه معادله درجه دوه. بچه ها دقت کنید، A هم مخالف صفره. چرا A مخالف صفره؟ به خاطر اینکه این درجه دوه دیگه. خب این نباید صفر باشه. خب روش های حل معادله درجه دو، تنها روش هایی که میتوان برای حل معادله درجه دو در امتحان نهایی استفاده کنی ایناست. خب اگر از روش های دیگه هم استفاده کنی معمولا نمره میدن. من میخوام یه مقدار از کلاس دهم یادآوری کنم که ما اگر یه معادله درجه دو داشته باشیم چطوری باید حل کنیم. ببین بچه، گاهی اوقات معادلتون ناقصه. اگر C صفر باشه، اگر این صفر باشه شما فاکتور میگیرید. اگر B صفر باشه یعنی این صفر باشه، X رو تنها میکنید. حالا مثلا این چند تا مثال رو ببینید بچه ها. مثلا x2 منهای 3x، خب اینجا c نداره، از x فاکتور میگیریم. اگر از x فاکتور بگیریم میشه x منهای 3، بنابراین ریشه هاش میشه 0 و 3. مثلا x2 به علاوه 4x اگر از یه x فاکتور بگیریم خب این میشه x به علاوه 4. خب ریشه ها یکیش 0 میشه یکیش منفی 4 میشه. اینا رو دیگه بلدید، ولی خب حالا یا x2 منهای 4. بچه ها ببین اینجا عدد وسط رو نداری، 4 رو میبری این ور، خب x میشه مثبت و منفی 2. یا x2 منهای 5، 5 رو میبرید این ور، x میشه مثبت و منفی رادیکال 5. یا x2 به علاوه 5، 5 رو میبرید این ور، x2 میشه منفی. بچه وقتی x2 منفی میشه خب جواب نداریم. دقت کنید که x2 نمیتونه منفی باشه. یعنی توجه کنید x2 مساوی یه عدد منفی اگر باشه، دانش آموزا دقت کنید که این جواب ندارد. توان 2 نمیتونه منفی باشه. x2 برابر یه عدد منفی جواب نداره. خب یه ذره از کلاس دهم دارم یادآوری میکنم که بعد بریم سراغ 11. اتحاد جمله مشترک. بچه اتحاد جمله مشترک شما میتونی استفاده کنی، هیچ مشکلی نداره. بچه ببینید اتحاد جمله مشترک مثلا اینجا این ضرب نشون میده، این جمع نشون میده. خب شما الان اگر بیا اینو تجزیه کنی، خب دو تا عدد میخوای ضربش منفی 6 باشه جمعش 1 باشه، خب میشه 3 و منفی 2 مساوی 0 میذارم، x میشه 2 منفی 3. اینجا هم این ضرب این جمعه، خب میشه x به علاوه 3 x به علاوه 7، x میشه منفی 3 و منفی 7. اتحاد جمله مشترک میتونی استفاده کنی. اینا هم در واقع اوکیه، از اینا میتونی استفاده کنی. اتحاد جمله مشترک میتونی استفاده کنی. و اما روش دلتا. بچه ها اگر من یه معادله درجه دو داشته باشم، AX2 به علاوه BX به علاوه C، دلتاش میشه، دلتا میشه B2 منهای 4AC. اگر مثبت باشه ریشه ها رو ما اینجوری نشون میدیم، آلفا بتا یا x1 و x2 میشه منفی ب مثبت و منفی رادیکال دلتا به روی 2. دانش آموز دقت کنه، اگر دلتا صفر بشه ریشه ها چی میشه؟ اگر دلتا صفر بشه خب اینجا اگر این دلتا صفر بشه میشه منفی b به روی 2. این هم روش دلتا که داریم مرور میکنیم. حالا این خیلی مهمه بچه ها، این شکله تو امتحان نهایی زیاد استفاده میشه. ببین بچه ها این محور x ها، خب زمانی که دلتا مثبته یعنی محور x ها رو دو بار قطع میکنه. ببینید محور x را دو بار
قطع میکند. خب این محور ایکس ها رو 2 بار قطع میکنه. این دلتاش مثبته. این که دهانش رو به بالاست میگیم آ مثبته، اونی که دهانش رو به پایینه میگیم آ منفیه. خب این محور ایکس ها رو 1 بار قطع میکنه. بچه دقت داشته باشید این بر محور ایکس ها مماس است. بر محور ایکس ها مماسه، دلتا صفره. در واقع بچه این شکلی که اینجا میبینید یک ریشه دارد. این شکلی که اینجا ملاحظه میکنی یه ریشه بیشتر نداره. و بچه ها این شکلی که اینجا میبینید کلن ریشه نداره، دلتاش منفیه. بچه ها به این شکلی که ببینین دهانش رو به بالاست میگیم آ مثبته، این دهانش رو به پایین آ منفیه، این دهانش رو به بالاست آ مثبته، این دهانش رو به پایین آ منفیه. به این شکلی که بالای محور ایکس هاست کلن به این میگیم همواره مثبته، این شکل هم که پایین محور ایکس هاست به این میگیم همواره منفیه. دانش آموز یه موضوعی رو بهش دقت کنه. بچه ببینید ریشه یه تابع یا جواب یه معادله یا صفرهای تابع اینا همش یه معنی داره. مثلا این 2 تا ریشه داره، این یه ریشه داره، این ریشه نداره. صفرهای این 2 تاست، صفرهای این یه دونه، این هم هیچ صفری نداره. دلتا پریمینا تو امتحان نهایی استفاده نکنید. ببین شما وقتی میخوایی یه معادله درجه 2 حل کنید یا فاکتور بگیرید، مثلا ایکس رو تنها کنید یا جمله مشترک برید یا دلتا برید. شما که ماشین حساب دارید به همه‌شو با دلتا برید. اصلا با دلتا برید دیگه جای شک و شبهه‌ای وجود نداره. بچه یاد گرفتید این مطالب رو یه مرور کردیم. آره اگر نوشتید و اوکیید یه دلتا پریمینه اصلا استفاده نکنید، به هیچ دردم نمیخوره. من حتی تو کنکورم به بچه ها میگم حفظ نکن الکی دیگه. اینجا که دیگه هیچ. بچه ها اوکی همه چی؟ ادامه بدیم؟ آره خب بریم بچه ها ادامه بدیم صفحه بعدی ببینیم که قصه به چه صورتیه. بچه پس محور ایکس ها رو یه سوال ازت بپرسم. بچه این چند تا ریشه داره؟ این شکل رو نگاه کنید. این چند تا ریشه داره؟ همه کلاس بگم. بچه ها اگر به شما گفتن که این چند تا ریشه داره یا دلتای این مثبت یا منفیه، بیایید محور ایکس ها رو بررسی کنید. ببینیم محور ایکس ها رو قطع نمیکنه، بنابراین این ریشه نداره، یعنی این دلتاش منفیه. دیدم که بعضی از بچه ها میان محل برخورد با محور وای ها رو میبینن. نباید بیای بگی که مثلا محور وای ها رو یه بار قطع میکنه. مثلا محور وای ها ریشه نیست. اونجایی که محور ایکس ها رو قطع میکنه مهمه. اینو دقت داشته باشید. محل برخورد با محور ایکس ها ریشه است، نه محل برخورد با محور وای ها. افتاد؟ خب حالا بریم صفحه بعدی بچه ها. روش تغییر متغیر. گوش کنید. ببین بچه ها میخوام یه مقدار راجع به تغییر متغیر صحبت کنیم. ببین گاهی اوقات همون روش تیه که حالا شاید شنیده باشی. ببینید بچه ها اگر معادله ظاهر پیچیده ای داشت ولی عبارتی در آن تکرار شد. ببینید اگر یه معادله پیچیده داشتی ولی میبینی که علاوه بر این که پیچیده هستش داره یه چیزی تکرار میشه. خب عبارتی که تکرار میشود را برابر تی قرار دهید. بچه من اون عبارتی که تکرار میشه رو میذارم تی. یه چیزی تکرار میشه اونو میذاری تی. خب این تبدیل به یه معادله ساده میشه. تبدیل میشه به یه معادله ساده درجه 2. یعنی مثلا اینجوری میشه آتی 2 به علاوه بی تی به علاوه سی. پس بچه اگر دیدید یه معادله پیچیده بهتون دادن که یه چیزی داره داخلش تکرار میشه، اون چیزی که تکرار میشه رو میگیری تی، این تبدیل میشه به یه معادله ساده. بعد آن معادله ساده را حل کنید و تی را به دست بیارید. بعد تو اینجا میایی چیکار میکنی؟ تی رو به دست میاری. اینجا نباید خوشحال باشی. اینجا خوشحالی یعنی اینجا اگر خوشحال باشی نیم نمره پریده.
چون تو تی رو پیدا کردی. بعد از اینکه تی رو پیدا کردی میری به جای این عبارت تکراری، یعنی اینجا میای به جای تی قرار میدی و ایکس رو پیدا میکنی. وقتی ایکس رو پیدا کردی اینجا میتونی خوشحال و خندان باشی و در واقع مسئله حل شده باشه. پس بچه ها چارت فکریتون و اون الگوریتم فکری ها نگاه کن. یه معادله پیچیده داریم که داره یه چیزی تکرار میشه. خب مثلا میبینی یه چیزی داره تکرار میشه، اون چیزی که تکرار میشه رو میگیری تی، تبدیل میشه به معادله ساده. بعد تی رو پیدا میکنی، بعد که تی رو برداشتی اینجا پیدا کردی میای ایکس رو به دست میاری و کلک کنده میشه. دقت کنید بچه ها، یه چیزی بهتون بگم. ببین چند مدل سوال داریم که واقعا بچه اینا رو باید تغییر متغیر حتما بدید، دقت داشته باشید. ببین مثلا شما بهت میگن AX شار به علاوه BX2 به علاوه C، X2 رو میگیری T. ببین من کاری که انجام میدم چیه؟ X به توان 2 رو، خب اینجا من X به توان 2 رو T میگیرم، X به توان 4 میشه T2. ببین معادلت میشه AT2 به علاوه BT به علاوه C. وقتی اینجا اینجوری داری اینو T میگیری. حالا اگر داشتی X3 و X6، X3 رو میگیری T، X6 میشه T2. پس بچه من زمانی که X3 و X6 دارم خب X3 رو T میگیرم. خب گاهی اوقات هم شما اینجا مثلا میبینی یه پرانتزه، یه چیزی اینجا هست، مثلا یه ببعی، اینجا هم همون ببعیه تکرار میشه، شما اون ببعیه رو میگیری تی. اون ببعیه رو اگر تی بگیری، خب اگر من اینو تی بگیرم میشه آتی 2 به علاوه بی تی به علاوه سی، تبدیل میشه به یه معادله ساده. حالا بعد تو میایی از این رابطه تی رو به دست میاری، وقتی تی رو پیدا کردی میذاری اینجا و ایکستون به دست میاد. اینو توجه داشته باشید بهش. خب ببین بچه ها، مثلا مثال بزنم واسهتون الان برای اینکه ببینید قصه چیه. ببین مثلا این اینجوریه، مثلا AX شار به علاوه BX2 به علاوه C. مثلا اینو ببینید X شار منهای 10X2 به علاوه 9. خب بچه ها میای اینجا X به توان 2 رو میگیری T. خب من اگر X به توان 2 رو T بگیرم چی میشه؟ این میشه T2 منهای 10T به علاوه 9 مساوی 0. در نتیجه اینو تجزیه میکنیم. خب بچه ها من اگر اینو بردارم تجزیه کنم چی میشه؟ ضرب شده 9 جمع شده منفی 10. پس اینجا میشه منفی 1 و منفی 9 مساوی 0 میذارم. اگر اینا من مساوی 0 بذارم T چی میشه؟ T میشه 1 و 9. حالا که تو تی رو پیدا کردی، حالا به جای تی چی میذاری؟ حالا به جای تی میذاری x2. به جای تی میذاریم x2. خب از رابطه بالایی x میشه مثبت و منفی 1. ببین اینجا وقتی تی رو پیدا کردی میذاری اینجا x2 مساوی تی. اینم x میشه مثبت و منفی 3. این شکلی میشه. 4 تا جواب داره که اینجا میبینید. بچه‌ها بهتون توصیه میکنم که خیلی از روش تی و اینا استفاده خیلی از در واقع حالت خاص و اینا استفاده نکنید، چون یه مقدار تستیه. سعی کنید که این شکلی برید جلو. خب بچه ها بیایید سوال بعدی حل کنید. مثلا اینو. خب بچه سوال بعدی من x به توان 2 رو تی میذارم. خب اگر که x به توان 2 رو تی بذارید ببین چی میشه؟ حلش کن. بچه ها شروع کنن اینو، همه فکر کنن، یکم در واقع فکر کنید. الان ببین چطوری میشه این. خب الان x به توان 2 رو تی بذاری میشه T2 منهای 3T به علاوه 1 مساوی 0. خب دلتا بگیرید دیگه. دلتا بگیریم وسطی به توان 2 میشه 9 منهای 4 برابر اولی ضرب در آخری، دلتاش میشه 5. حالا که بچه ها دلتا میشه روش آسی هم نمیشه. گفتم بچه ها بهتون وقتی یه چیزی رو میگم که نمیشه دیگه روش اصرار نکنید. اون روش هایی که میشه رو گفتم همونا رو استفاده کنید. خب یعنی با اصرار کردن تو نمیتونی به نتیجه برسی تو امتحان نهایی. چیزایی که بهت میگم رو استفاده کن. ببین بچه ها
من دلتا رو پیدا کردم 5. خب ریشه هاش میشه منفی ب مثبت و منفی رادیکال دلتا به روی 2a. این میشه تی. خب حالا بچه ها وقتی تو تی رو پیدا کردی، ببین الان تو وقتی که اینجا اومدی تی رو پیدا کردی، تی مساوی است با 3 به علاوه رادیکال 5 دوم 3 منهای رادیکال 5 دوم. خب بچه ها به جای تی چی میذاریم؟ به جای تی میذاریم x به توان 2. خب دقت داشته باشید که بچه ها هر دو جواب ما مثبته. توجه کنید که این یه جواب مثبته، این مثبته و این هم یه عدد مثبته. هر دو جواب ما مثبته. حالا که هر دو جواب ما مثبته، از این جذر میگیریم. بچه ها اگر از این جذر بگیریم x چی میشه؟ میشه مثبت و منفی رادیکال عبارت بالایی و مثبت و منفی رادیکال عبارت پایینی. دقت کنید اگر بچه ها هر کدوم از اینا منفی میشد غیر قابل قبول بود. حالا شاید بپرسی خب آی کریم این چرا مثبته؟ به خاطر اینکه رادیکال 5 میشه 2 دهم. خب میشه از جمله مشترک عمل کرد؟ نه، اینو با اتحاد جمله مشترک نمیتونی حل کنی. نمیتونی دو تا عدد بگید که ضربش 1 باشه جمعش منفی 3 باشه، نمیشه جمله مشترک رفت. بچه یادداشت کنن لطفا، سوال بعدی رو بررسی کنن. ببینید که سوال بعدی ازتون چی میخواد. همه فکر کنن سوال بعدی. بودو باریکلا. سوال بعدی همه عزیزان انجام بدن، ببینیم که بعدی رو باید چیکار کنید. فرمول دلتا رو نوشتیم صفحه قبل، همه چی رو گفتیم از اول کلاس. بچه ها بشینید قشنگ نگاه کنید. بچه این سوال رو من اگر بخوام حل کنم، یه x3 داریم یه x6 داریم. پس بچه من x به توان 3 رو میگیرم t. خب اینجا x به توان 3 رو t میگیریم. حالا بچه این میشه 4t2 به علاوه 1 مساوی 5t. ببینین x رو t میگیریم، این هم میشه t2. خب حالا برمیداریم میبریم یه طرف، میبریم اون بر، میشه 4t2 منهای 5t به علاوه 1 مساوی 0. خب بچه ها سعی کنیم اینو دلتا بریم. خب دلتا میشه وسطی به توان 2 منهای 4 برابر اولی ضرب در آخری میشه 16. دلتاش میشه 9. پس ریشه هاشو می‌نویسیم. ریشه ها میشه منفی به مثبت و منفی رادیکال دلتا به روی 2a. خب اگر جمع بزنیم میشه 8 هشتم میشه 1. منها کنیم میشه 2 هشتم که میشه 1 چهارم. خب بچه ها تی یا 1 یا 1 چهارمه. خب حالا به جای تی چی میذاریم؟ به جای تی میذاریم x به توان 3. خب بچه ها اگر من به جای تی بذارم x به توان 3 فرجه 3 میگیریم. اگر از این فرجه 3 بگیریم خب این چه عددی به توان 3 میشه؟ 1 چه عددی به توان 3 میشه؟ 1 چهارم. رادیکال 1 چهارم با فرجه 3. حالا مورد بعدی رو بچه ها شروع کنن حل کردن. ببین که مورد بعدی ازتون چی میخواد. برو بعدی، ببین که بعدی رو باید چیکار کنیم. بدو تغییر متغیر بده. بچه ها بگید ببینم چند تا جواب داره این معادله. بچه ها بگید بعدی رو. برو بعدی. همه فکر کنن. ماشاءالله. بعدی رو فکر کنن. خب بچه شما الان توی این سوال خب باید x به توان 2 رو t بگیرید دیگه. الان من اگر x به توان 2 رو t بگیرم خب چطور میشه این؟ x به توان 2 رو t بگیرید میشه t2 منهای 8t
به علاوه 8 مساوی 0. درسته این شکلی میشه. حالا شما سعی کن که حل کنی ببینی که باید چی کارش کنی. خب حالا دلتا میگیریم. دلتا اینو شروع میکنیم حساب کردن. وسطی به توان 2 64 منهای 4 برابر اولی ضرب در آخری. همینجور که من مینویسم تو بنویسی نمره کامل میگیری. حالا اگر بیشترم دوست داری بنویس. مثلا یکی میگه من فرمول دلتا هم بنویسم، ننویسی نمره رو میگیری، دوست داری هم بنویس. خب دلتا شده 32. خب تی چی میشه؟ تی میشه منفی ب 8 مثبت و منفی جذر 32 میشه 4 رادیکال 2 به روی 2a. خب یه 2 هم از صورت فاکتور میگیریم. من از یه دونه 2 تو صورت فاکتور میگیرم، با مخرج خط میزنم این شکلی. در نتیجه ما 2 تا تی داریم. 4 به علاوه 2 رادیکال 2 4 منهای 2 رادیکال 2. 2 تا جواب داریم که اتفاقا بچه جفتش مثبته. ببین شما اگر توجه داشته باشی این مثبته، این هم مثبته. آیا کمی چرا مثبته؟ اصلا مثبت بودنش چه فایده ای داره؟ چون اینا میخوای بذاری مساوی x2. خب x2 باید حتما مثبت باشه. خب حالا دیگه از این جذر میگیری. اگر از این جذر بگیری بالایی x میشه مثبت و منفی رادیکال عبارت بالایی. از این جذر میگیری. اینجا هم از این جذر میگیری x میشه مثبت و منفی رادیکال این عبارت. از این 2 تا جذر میگیری که اینجا 4 تا ریشه داره. بچه این سبک توی رشته تجربی زیاد میدن این شکلی. مثلا x2 رو تی میگیری، بعد مثلا اینجا میشه تی 2 من 8 بعد من به علاوه 8، بعد حالا با دلتا و اینا میری جلو. به این صورت میشه. بچه‌ها یادداشت کنن، بعد برن سراغ صفحه بعدی سوالاتشون رو ادامه بدن ببینیم که چطوری میشه. فاکتور نمیتونی بگیری که این درجه 2، باید اینو به این صورت بررسی کنی. بچه‌ها یادداشت کنن لطفاً. سوالات بعدی و صفحه بعدی رو شروع کن حل کردن. یکم فرصت بدیم. 4 تا جواب داره دیگه. بله 4 تا جواب داره که اینجا میبینید. بچه ها صفحه بعدی رو فکر کنن، جواباتون رو بفرستید. سوال بعدی همه فکر کنن. بودو ماشاءالله. ببین که سوال بعدی ازتون چی میخواد. بودو باریکل. این سواله فکر کن، تغییر متغیرش رو بده ببینید که چطوری میشه. خب ببین بچه ها این سواله رو من میخوام شروع کنم حل کردن. x به توان 2 رو میگیرم t. خب x به توان 2 رو بگیرم t میشه t2 به علاوه 4t به علاوه 3 مساوی 0 دلتا میگیریم. خب دلتا رو اگر بگیرم میشه وسطی به توان 2 میشه 16 منهای 4 برابر اولی ضرب در آخری میشه 12. دلتاش میشه 4. خب تی چی میشه؟ منفی ب مثبت و منفی رادیکال دلتا میشه 2 به روی 2a. بچهای عزیز بیایید یه دور جمع بزنیم اینا رو. اینا اگر با این جمع بزنم میشه منفی 2 به روی 2 میشه منفی 1 منها کنم منفی 6 به روی 2 میشه منفی 3. خب ما 2 تا تی داریم. تی یا منفی 1 یا منفی 3. خب بچه ها الان وقتی تی جفتش یه عدد منفیه ما چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم هر دو غیر قابل قبوله. هر دو که غیر قابل قبوله یعنی ما جواب نداریم. توی این معادله هیچ جوابی نداریم. همونطور که شما گفتید. استاد میشه اتحاد جمله مشترک را؟ بله چرا که نشه. میتونی اتحاد جمله مشترک هم بری. حالا من اینجا با دلتا رفتم، اصلا با جمله مشترک هم شاید بهتر بود که بریم.
سوال بعدی بچه ها بگید چند تا جواب داره؟ با جمله مشترک هم اوکیه. بله. چرا این جواب نداره؟ دلیلش اینه عزیزان، به خاطر اینکه توان دو نمیتواند منفی باشه. توان دو که نمیتونه منفی باشه که. سوال بعدی رو بفرمایید بچه ها. ببین سوال بعدی رو بچه ها کنیم. بگید چند تا جواب داره؟ ماشاءالله، باریکلا. بگید چند تا جواب داره؟ آها. بچه ها هر چی که فقط من میگم میتونی استفاده کنی. هر چی که نگفتم حق استفاده نداری. فقط چیزایی که من تو این کلاس میگم. خب بچه ها ما توی این سوال 4 منهای x2 رو میگیریم تی. خب ما کاری که انجام میدیم اینو تی میگیریم. خب بچه ها من اگر اینو تی بگیرم این میشه تی 2. ببینید تی میگیریم اینم میشه تی. تی 2 منهای تیه. منهای 12 مساوی 0. خب حالا اینو دیگه اتحاد جمله مشترک حالا میذارم. دلتا هم میتونی بری یا جمله مشترک یا دلتا. خب این ضربه اینم جمعه. دو تا عدد بگیم ضربش منفی 12 جمعش منفی 1، مثلا منفی 4 و مثبت 3. خب اینجا دو تا تی به دست میاد، یا تی 4 یا تی منفی 3. خب به جای تی میذاریم 4 منهای x2. من اینجا به جای تی برمیدارم میذارم 4 منهای x2. چه اتفاقی اینجا میفته؟ خب 4 با 4 میره، مجهول ها رو میبرم یه طرف، معلوم ها یه طرف، x2 میشه 0، پس x میشه 0. اینم مجهول ها یه طرف، مثلا x2 رو میبرم این بر، منفی 3 رو میبرم این بر، میشه 7، پس x میشه مثبت و منفی رادیکال 7 که 3 جواب داریم اینجا 3 تا جواب داریم که مشاهده میکنید. پس بچه اینجا این عبارته داشت تکرار میشد. 4 منهای x رو تی گرفتیم شد تی 2 منهای تی، 12 هم بردیم این ور، بعد اتحاد جمله مشترک رفتیم و دیگه کار تموم شد. خب حالا این از این موضوع. برید صفحه، بریم ادامه مطلب ببینیم چطوری. خب سالیانه هم ببینید بچه، شما که الان نهاییتون معلوم نیست چی بشه، حتما سالیانه‌تون هم در کلندر نهایی نگاه کنید. همونطور که دارید نهاییتون رو میبینید سالیانه هاتون هم حتما ببینید که قشنگ همه چی رو یاد بگیرید. خب بچه ها من یه مقدار بهتون درس بدم، گوش کنید پای تخته دیگه ببینیم که قصه به چه صورتی هستش. خب ببین بچه ها، موضوعی که الان میخوایم راجبش صحبت کنیم که حالا یه چیزایی راجبش شنیدید احتمالاً، راجب روابط بین ریشه هاست. خب ببینید بچه ها، ما زمانی که یک معادله درجه 2 این شکلی داریم، یه معادله درجه 2 که داری ax2 به علاوه bx به علاوه c که 3 تا ضریب داره، اگر این 2 تا ریشه داشته باشه یعنی دلتاش مثبت باشه، آلفا و بتا هم ریشه ها باشه، ما هممون میدونیم که بچه ها مجموع ریشه ها چی میشه؟ آلفا به علاوه بتا میشه منفی بیام، منفی وسطی به روی اولی، منفیشو فراموش نکنید. پس بچه جمع ریشه ها میشه منفی بیام. ضرب ریشه ها چی میشه؟ ضرب ریشه ها که با پی نشون میدیم، آلفا ضرب در بتا میشه سی آم، آخری به روی اولی، این میشه سی به روی آ، سی آم، آخری به روی اولی. حالا تفاضل ریشه، بچه این دوتا خیلی مهمه ها، این دوتا فوق العاده مهمه. ولی حالا برای اینکه دیگه مثلا خیالتون هم راحت باشه، تفاضل ریشه ها میشه رادیکال دلتا به روی قدر آ. خب و آلفا 2 به علاوه بتا 2 هم میشه اس 2 منهای 2 پی. خب بچه این اتحادهای کمکی رو یاد بگیرید. مثلا آلفا 2 به علاوه بتا 2 شما تو کلاس دهم به اینا گفتیم اتحاد ناقص، میشد آلفا به علاوه بتا به توان 2 منهای 2 آلفا بتا، اس 2 منهای 2 پی. من اگر جای شما بودم اینا حفظ میکردم. آلفا 2 به علاوه بتا 2 میشه آلفا به علاوه بتا به توان 2
منهای 2 آلفا بتا، یا آلفا 3 به علاوه بتا 3 میشه آلفا به علاوه بتا به توان 3 منهای 3 آلفا بتا آلفا به علاوه بتا، که در واقع بچه آلفا 3 به علاوه بتا 3 که احتمال اومدنش تو امتحان نهایی خیلی کمه میشه S منهای 3 PS. من میگم من اگر جای شما بودم این دوتا رو برای حالا امتحان نهایی تو ذهنم بود اتحاد دیگه، بالاخره دانش آموز باید اتحاد بلد باشه دیگه، ناسلامتی. ولی چیزی که بسیار مهمه مجموع ریشه ها و ضرب ریشه هاست که شما باید بدونی. خب حالا ببینید بچه ها، شما الان اینا نگاه کنید، میگه در این معادله مجموع و حاصل ضرب ریشه ها رو به دست بیارید. به روی چشم کاری نداره که مجموع حاصل ضرب. ببین تو الان تو ذهن خودت میای اینجا چی میگی؟ تو ذهن خودت میای اینجا میگی که این آ، این بیه، این سی، درسته؟ نامگذاری میکنی دیگه A B C. حالا میای این بغل میگی اس رو میخواد. ببین بچه ها فارسی تو امتحان نهایی زیاد بنویسید. الان مجموعه ریشه ها رو میخوای پیدا کنی فارسی بنویس، ننویس اسم ببین تو امتحان نهایی هر چی شما فارسی بنویسی بهتر. مثلا بنویس مجموعه ریشه ها آلفا به علاوه بتا میشه چی؟ منفی بیام. فرمولش رو بنویس، این 25 صدم داره. منفی بی به روی آ میشه منفی وسطی به روی اولی میشه 1/2. خب ضرب ریشه ها بچه چی میشه؟ خب ضرب ریشه ها رو اگر من میخوام پیدا کنم، البته بچه اثبات های اینا هم آخره توی جزوه بهتون میگم. امروز حالا واسهتون اثبات های این قسمت هم حتما قرار میدم چون وقت نکردم هنوز قرار بدم. بچه ضرب ریشه ها میشه آلفای ضرب بر بتا. خب آلفای ضرب بر بتا میشه سیام. سیام یعنی آخری به روی اولی. 5 به روی منفی 2 میشه منفی 5/2. حالا شما ازتون میخوام که سوال بعدی رو حل کنید. یه سوال واسه من شروع کنید حل کردن، ببینیم که سوال بعدی چی میگه. بیشتر بچه ها مجموعه ریشه ها رو تو امتحان نهایی سوالاتی که میدن یه معادله میدن میگن مجموعه ریشه ها چیه، جا خالی بیشتر ازش سوال میاد. ولی حالا شما سوال بعدی بچه ها حل کنید، بگید که سوال بعدی جوابش به چه صورتی میشه. اگر اینا نوشتی اینا رو یادداشت کن و جوابای سوال بعدی رو واسه من بفرستید که سوال بعدی حاصل ضرب ریشه هاش هم میشه. ماشاءالله ماشاءالله مطلبی، ماشاءالله مبینا محمد، ماشاءالله. نهایی خیلی راحته بچه ها. نهایی فقط چون حجم مطالبش یه مقدار زیاده یکم باید دقت داشته باشی. ببین الان مثلا این سوال، خب این سبک مثلا تو امتحان نهایی میتونه بیاد. خب ببین مثلا بچه شما ضرایب رو قشنگ مشخص میکنی واسه خودت، مثلا تو ذهنت اینا رو هایلایت میکنی اینجوری. خب حالا میای میگی که اگر مجموع ریشه ها 6 باشه، خب بچه شما الان میگی که مجموع ریشه ها برابر 6. خب مجموع ریشه ها میشه منفی وسطی به روی اولی. منفی وسطی به روی اولی میشه آ به علاوه 2. خب آ به علاوه 2 شده 6. پس بچه آش هم میشه. خب آ میشه 2 میره اونور، آ میشه 4. خب آ شد 4. اوکی. حالا بفرمایید که معادله چی میشه؟ به جای آ میذاریم 4 اینجا. الان من اگر به جای آ بذارم 4 میشه x2. اینجا اگر 4 بذارم منهای 6x به علاوه 8 مساوی 0. چی میخوای؟ حاصل ضرب میخوام ازت. باشه بیا حاصل ضرب ریشه ها. ضرب ریشه ها میشه سی آم. آخری به روی اولی. آخری به روی اولی میشه 8. این میشه مثلا یه اشاره هم بکنی تو امتحان نهایی اینجا حاصل ضرب ریشه ها، چون کسی که تصحیح میکنه بچه ها وقتی داره تصحیح میکنه دور جواب آخر دیگه خط میکشه. این چیزی بگم تو تصحیح امتحان نهایی، ببین مثلا این سوالا که میخوان تصحیح کنن اون کسی که تصحیح میکنه میدونه جوابش 8 میشه.
تو اگر یه 8 اینجا بنویسی بگی این مثلا جواب نهاییه، دیگه اصلا سوالتو نمیخونه که چی کار کردی. خب یعنی یه اشاره بکن، مثلا بگو این جواب آخره. خب که دیگه مصححه اصلا اگر این وسط مثلا اشتباه هم کردی مستقیم میره سراغ جواب آخر. اگر جواب آخر درست باشه دیگه میپره سوالای بعدی رو چک میکنه. جواب آخر رو همیشه روش تاکید داشته باشید که به چه صورتی خواهد بود. خب حالا بچه ها دقت داشته باشید، ما موضوعی که بالا باید بدونید راجبه علامت ریشه ها و این چیزا خدمتون باید بگم. گوش کنید پای تخته، اینو بنویس سریع، یادداشت کن، ادامه بدیم بحثمونو. خب بریم ادامه بدیم بحثمونو. خب من یه ذره بیارم پایین‌تر. علامت ریشه ها به کمک اسوپی و تاثیر علامت بر روی نمود. خب ببینید بچه ها گوش کنید پای تخته، این شکلی که اینجا میبینی خب یه سهمیه، 2 تا ریشه مثبت داره. 2 تا ریشه مثبت که دارید، البته شکلش میتونه مثلا یه سهمیه رو به بالا هم باشه، اینجوری فرق نمیکنه. این شکل 2 تا ریشه مثبت داره. بچه‌ها شما وقتی 2 تا عدد مثبت دارید، خب دلتا که مثبته، یعنی ما 2 تا ریشه داریم، خب پس دلتاش مثبته. جمع این 2 تا، این 2 تا عدد مثبت جمعش مثبته، خب ضربش هم مثبته. وقتی اینا رو تو هم 2 تا عدد مثبت رو داری، اینا رو تو هم دیگه ضرب که میکنید هم باز مثبت میشه. خب حالا پس بچه ها وقتی که 2 ریشه مثبت داری شما، دلتا مثبته، اس مثبته، پی هم مثبته. خب زمانی که 2 تا ریشه منفی دارید چی؟ وقتی 2 تا ریشه منفی دارید مثلا این شکلی، 2 تا ریشه منفی که داریم چه اتفاقی میفته؟ خب 2 تا ریشه که داری، خب دلتا که مثبته، جمع این 2 تا منفی میشه، ضرب 2 تا عدد منفی مثبت میشه، ضربشون یه عدد مثبته. اینو توجه کن. حالا بچه وقتی یه ریشه مثبت داری یه ریشه منفی داری، خب 2 ریشه مختلف علامت داری، دلتا که مثبته، ضربشون منفیه، ولی راجع به جمعش ما نظری نداریم. دقت کنید بچه، من یه کامنت هم اینجا بذارم. وقتی 2 تا ریشه مختلف علامت داری، سهمی از 4 ناحیه میگذرد. اگر که رفتی سر جلسه امتحان نهایی به شما گفتن که یه سهمی داریم که از 4 ناحیه میگذره، تو متوجه میشی که ضرب ریشه ها منفیه، دلتا هم مثبته. منتها یه لحظه به من گوش کنید بچه ها، اینجا این شکل رو ببینید. من 3 تا شکل میخوام بکشم اینجا، این 3 تا رو با هم دیگه مقایسه کنیم ببینیم که چطوری. خب ببین این شکل رو ببین، این شکل، این شکل و این شکل. خب این 3 تا شکل رو شما اینجا میبینید. 3 تا شکلی که میبینید، اینجا ما یه ریشه مثبت داریم، یه ریشه منفی داریم، اینجا هم همینطور، اینجا هم یه ریشه مثبت داریم، یه ریشه منفی داریم، اینجا هم یه ریشه مثبت داریم، یه ریشه منفی داریم. خب بچه‌ها توجه کنید که اینجا خب دلتا که مثبته چون 2 تا ریشه داریم، ضرب ریشه منفی چون مثبت تا منفی میشه منفی. جمع ریشه ها چیه؟ ببین بچه‌ها ببین این 2 تا رو اگر با هم جمع بزنیم، این چون اندازه این از این بزرگتره، جمع ریشه ها مثبت میشه. در شکل اول ببین این از این گنده تر اندازش، مثلا این 10، این منفیه، که وقتی اینا رو جمع میزنیم مثبت میشه. خب حالا این شکل رو ببینیم، یه ریشه مثبت یه ریشه منفیه. خب اینجا دلتا مثبته، ضرب ریشه ها منفیه، اینجا یه ریشه مثبت داره یه ریشه منفی، ولی این ریشه منفیه گنده تره. این 2 تا رو که با هم جمع بزنی بچه جمعش چی میشه؟ جمعش منفی میشه.
ولی اینجا که رسم میفته روی محور وای ها، بچه این دوتا ریشه رو اگر توجه کنید، اینجا دلتا مثبته، ضرب ریشه ها منفیه، اس صفره. اینجا همونطور که مشاهده میکنید اس صفره. یعنی ما چیزی که این بغل متوجه میشیم چیه؟ چیزی که ما متوجه میشیم اینه که وقتی که شما میبینی یه ریشه مثبت داری یه ریشه منفی داری، جمع ریشه ها میتونه مثبت باشه اگر شکل متمایل به این ور باشه، اگر شکل متمایل به این ور باشه جمع ریشه ها منفی میشه. اگر در واقع ریشه ها قرینه باشن خب جمعش اصلا صفر میشه. پس بچه ها اینو حواستون بهش باشه که چه اتفاقاتی داره رخ میده. حالا بچه ها یه چیزی که در واقع تو امتحان نهایی احتمال بالایی داره اینه که مثلا میگن علامت و تعداد صفرهای این تابع‌ها رو پیدا کنید. مثلا این چند تا ریشه داره، خب اگر هر چند تا ریشه داره حالا علامتش چه شکلی میشه، علامت ها رو ما چه شکلی باید بفهمیم. ببین اول دلتا رو چک کنید. خب شما اولین چیزی که مرحله یک چک میکنی علامت دلتاست. اصلا ببین ریشه داره، اصلا ممکنه ریشه نداشته باشه. خب تو میای الان مثلا من یه مثال بزنم، مثلا اینجا دلتا چک کن، وسطی به توان 2 منهای 4 برابر اولی ضرب در آخری، خب دلتاش میشه 16. پس اینجا میگی 2 ریشه داریم. خب این است. مرحله 2 میری سراغ پی، مرحله 3 میری سراغ اس. حالا بهت میگم یعنی چی قصه چیه. ببین بچه ها الان به حضور شما عرض کنم که ما این 3 مرحله داریم دیگه وقتی میخوایم علامت رو تشخیص بدیم. خیلی هم راحته، فقط باید یک کوچولو حواستو جمع کنی. ببین الان خب الان ما مثلا اینجا خب 2 تا ریشه داریم، میریم سراغ پی، ضرب ریشه ها میشه 5. تا جایی که میتونی سر جلسه فرمول زیاد بنویس، فرمولاشو بنویسید. خب ضرب ریشه ها 5، یعنی من 2 تا عدد دارم ضربش مثبت شده. خب ضربش که مثبت شده یا جفتش مثبته یا جفتش منفیه. جمعش هم حساب کنم، جمعش میشه منفی بیام میشه منفی 6، جمع ریشه ها منفیه. خب ضرب مثبت، جمعش منفیه. پس اینجا ما میفهمیم هر دو ریشه منفیه، هر دو ریشه منفیه. خب جفتش منفیه دیگه، ضرب این دوتا میشه مثبت، جمع این دوتا میشه منفی، هر دو منفی. اینو اگر بشینی ریشه هاشو پیدا کنی جفت ریشه هاش منفیه. حالا این یکی اول دلتا رو چک کنیم، وسطی به توان 2 منهای 4 برابر اولی در آخری میشه 36. دلتا میشه 36، در نتیجه 2 ریشه داریم. پس بچه ها حواستون باشه که ما 2 ریشه داریم. حالا برو سراغ پی. خب ضرب ریشه هاش میشه 30 منفی 5. همینجا دیگه لازم نیست ادامه بدی بچه. وقتی پی منفیه ضرب که منفی شده، خب ضرب کی منفی میشه؟ وقتی یکیش مثبت یکیش منفیه. پس ریشه ها مختلف العلامتن. همین وقتی پی منفیه تموم شد. وقتی پی منفیه یعنی ریشه ها مختلف العلامتن. وقتی پی مثبته تو باید بری اسو پیدا کنی. گرفتی چی میگم؟ وقتی میبینی که در واقع پی منفیه، ضرب منفیه. من از تو میپرسم ضرب منفیه، چه زمانی ضرب منفیه؟ وقتی یکیش مثبت یکیش منفیه. خب حالا دوتای بعدی رو تو یه چکی بکن ببین که دوتای بعدی مثلا علامتاش چطوریه. الان بعدی رو بررسی کنیم. الان مثلا هر چی به جز این روش بنویسی غلطه. بچه ها ببین الان مثلا من دلتا رو چک میکنم، وسطی به توان 2 49 منهای 4 برابر اولی ضرب در آخری. اصلا توی امتحان نهایی میگه با اس و پی باید چک کنید حتما. خب
دلتای این چند میشه؟ 49 منهای 12 37. خب دو ریشه داریم، ضرب ریشه 1/3. خب ضربش مثبته. ببین ضرب که مثبته، وقتی ضرب دو تا چیز مثبته یا جفتش مثبته یا جفتش منفیه. خب حالا میریم سراغ جمع ریشه. جمع ریشه هم میشه منفی بیام، میشه 7/3. جمع ریشه هم مثبته. خب وقتی ضرب مثبته جمع مثبته، ما نتیجه میگیریم هر دو ریشه مثبته. این شکلی میشه. آخریش هم بریم دلتا بگیریم، وسطی به توان 2 4 منهای 4 برابر اولی در آخری دلتاش میشه 0. دلتا میشه 0. پس یه ریشه داریم. حالا که یه ریشه داریم، ریشهش چی میشه؟ منفی بی به روی 2. ما یه دونه ریشه بیشتر نداریم، میشه منفی وسطی 2 برابر اولی، ریشهش میشه 1. پس یک ریشه مثبت داریم. اینجا دیگه یه ریشه داریم دیگه. حواستون رو باید جمع کنید. به این صورت میشه. مثلا بچه من یه سوال بپرسم. بچه مثلا نظرتون راجع به این چیه؟ x2 منهای 3x به علاوه 4 مساوی 0 چی؟ مثلا اینو اگر بخوایم بررسی کنیم بچه حواستون باشه گول نخوریدا. صفرهای تابه همون ریشه ها میشن دیگه. گفتم بهتون اول کلاس صفرهای تابه یعنی ریشه ها. بچه الان اینو نگاه کنید. مثلا اینو اگر توجه کنید این معادله اول دلتا رو چک کنید. ببین بعضی از بچه‌ها دلتا رو چک نمی‌کنن. خب الان اگر دلتا اینو چک کنید میشه وسطی به توان 2 منهای 4 برابر اولی ضرب آخری که دلتاش منفیه. اصلا این ریشه نداره. این اصلا ریشه نداره که من بخوام راجع به علامت ریشه ها صحبت داشته باشیم. این اصلا ریشه نداره و علامتش هم اصلا فکر کردن راجبش خیلی کار بی‌معنی. گرفتید چطور شد؟ به این صورت میشه. بچه این اینجا ریشه ها رو نباید پیدا کنی. اگر یه دانش آموزی بیاد ریشه های اینا رو مثلا اینا که 2 تا ریشه رو پیدا کنه، نمره رو کامل از دست خواهد داد. بچه یادداشت کنیم. بریم ادامه قصه. اونی که قرمز نوشتم دلتاش 0 دیگه. یه ریشه بیشتر نداره. بنویسید. خب بچه ها یادداشت کنن. بریم سراغ ادامه مسیر. ببینیم که از کجا بفهمیم 2 تا ریشه داره دلتا حساب میکنیم دیگه. الان اینا که دلتا مثبتن، هر کدوم که دلتا مثبتن 2 تا ریشه داره. دلتا منفی باشه مثل این ریشه نداره. خب حالا بیاییم یه مقدار پایین‌تر راجع به یه موضوعی صحبت کنیم بچه ها. خب حالا ساخت معادله به کمک ریشه ها. ببین بچه ها اگر که شما ریشه ها رو داشته باشی چطوری میتونی معادلش رو بنویسی؟ ما اگر ریشه ها رو داشته باشیم چجوری معادله می‌نویسیم؟ کاری نداره که. اگر ریشه های معادله درجه دومی برابر آلفا و بتا باشد، معادله آن به صورت زیر است که در رابطه زیر اسم مجموع و پی ضرب 2 ریشه است. ببین بچه ها شما زمانی که ریشه ها رو دارید خب معادلتون این شکلی میشه x منهای آلفا در x منهای بتا، که اگر اینا رو حالا تو هم دیگه ضرب کنید میشه این شکلی. میشه x2 منهای sx به علاوه p. این منفی هم خیلی اینجا مهمه. این منفی این مثبت. خب شما میتونی اگر یه سوالی ریشه ها رو بهت داد معادلش رو خیلی راحت این شکلی بنویسی. البته از اینم میتونی کمک بگیری. از هر کدوم از این رابطه ها میخوای میتونی کمک بگیری. ولی من همیشه بچه‌ها میگم که سعی کنید که
حالا اینا که مخصوصا رادیکالیان رو با این برید، چون با این برید پیچیده میشه. خب حالا سوال، معادله درجه دومی بنویسید که ریشه هاش این دوتا، کاری نداره که. خب جمع ریشه ها اس ضرب ریشه ها پی، و یه بار این دوتا رو جمع میکنیم. 3 منهای رادیکال 5 دوم 3 به علاوه رادیکال 5 دوم. خب چی میشه؟ رادیکال 5 با رادیکال 5 میره، 3 و 3 6 دوم میشه 3. جمع ریشه ها میشود 3. خب حالا ضرب ریشه ها همینا مینویسی، ضرب داره این میکنی. خب بچه ها بیایید اینو حساب کنیم. ضرب مخرج ها میشه 4، صورت ها رو تو هم دیگه ضرب کنیم، صورت ها رو ضرب کنیم میشه اتحاد مزدوج. اولی به توان 2 میشه 9، دومی به توان 2 رادیکالش میپره میشه 5، میشه 4 چهارم میشه 1. حالا بچه ها تو الان اینو مینویسی x2، ببین فرمولش رو بنویسا، من دیگه چون بالاشه دوباره نمی‌نویسم. میشه x2 منهای 3x به علاوه 1 مساوی 0. این میشه جواب نهایی. حالا من از تو میخوام که سوال بعدی رو خودت انجام بدی، ببینید که سوال بعدی چه اتفاقی میفته. این همین حلش کن، اس رو پیدا کن، پی رو پیدا کن، بعد بذار تو این فرموله و معادلش رو بنویسید. بعد بری صفحه بعدی هم، حالا یه 2 تا سوال دیگه داریم، صفحه بعدی هم یه کوچولو بهش فکر کنید. بود سوال بعدی رو انجام بدن، ببینید که سوال بعدی چی میخواد. بود باریکلا، همه انجام بدید سوال بعدی رو. الان ما میخوایم اینو فکر کنیم ببینیم که چطوری میشه. خب میریم جمع ریشه ها. ببین بچه قشنگ حتی تو امتحان نهایی اگر شما مثلا این بغلش بنویسید جمع ریشه ها خوبه، مثلا این جمع ریشه هاست، این ضرب ریشه هاست. خب شروع میکنیم حساب کنیم ببینیم که معادلش به چه صورتی میشه. خب جمع ریشه ها 2 به علاوه رادیکال 3 پنجم به علاوه 2 منهای رادیکال 3 پنجم. این رادیکال 3 با این رادیکال 3 میره، مخرج مشترک 5 میگیریم میشه 4 پنجم. اگر این دوتا رو تو هم دیگه ضرب کنم 2 به علاوه رادیکال 3 پنجم 2 منهای رادیکال 3 پنجم، مخرجا رو تو هم ضرب کنیم میشه 25، صورت ها رو تو هم ضرب کنیم، خب اولی به توان 2 4، دومی به توان 2 میشه 3 میشه 1 25. خب حالا که تو اسو داری پی هم داری، فرمولشه. ببین من مثلا اگر بخوام واقعا تو امتحان نهایی بنویسم می‌نویسم خب x2 منهای sx به علاوه p مساوی 0، فرمولش 25 صدم دارد، در نتیجه میشه x2 منهای sx منهای 4 پنجم x به علاوه 1 25 مساوی 0. این معادلش میشه که اینجا میبینیم. خب حالا تو بعدی رو حل کن، 32 ببینیم که به چه صورتیه. بود سوال بعدی هم سوال جالبیه، مهمه، یه قلب کنارش بذارید اینو. بود آره دیگه اینجوری قشنگ بنویسید که مصحح عشق کنه، بگی به به چه دانش آموز با شعوری، چقدر به جزئیات توجه کرده. برو بعدی ببینیم چی میگه، یه ذره فکر کن بهش. بود همینو بنویسی کافیه دیگه. ببین بچه اضافه کاری نکنید، مثلا ضرب در 5 کنید، چه کاریه با همین معادله بنویس. اضافه کاری، ببین بچه یه چیزی بهت بگم، اغلب دانش آموزا به خاطر اضافه نویسی های چیزای خارج مطلب ازشون نمره کم میشه کلی، چون همونو اشتباه میکنی. مثلا این اگر ضرب در 5 کنی یه خطا داشته باشی ازت نمره کم میکنه. آقا نیاز نیست که، چرا الکی توضیح اضافه بنویسی. خب حالا بیا
بعدی رو یه بررسی بکنیم، یه مستطیل بکشیم. بچه این سبک سوالش حواست باشه. ببین که قصه چطوریه. خب ببین یه مستطیلی داریم، مثلا اینجا رو بذارید آلفا، اینجا رو بذارید بتا، اینجا آلفا، اینجا بتا. خب بچه ببینید الان چی میگه. میگه اگر مستطیلی محیطش 11 باشه. خب محیطش 11. بچه محیط چیه؟ محیط میشه 2 برابر آلفا به علاوه بتا. خب آلفا به علاوه بتا میشه 11 دوم که این همون اسه. محیط مستطیلی 11 پس آلفا به علاوه بتا میشه اس. بچه یه چیزی بگم، اصلا مستطیل که میبینی محیطش رو که بهت میده یه جورایی همون اس رو داره به تو میده. خب و وقتی میگه که مساحتش برابر 6، خب مساحت میشه ضرب این دوتا، یعنی داره پی رو به تو میده. یعنی بچه وقتی توی سوالی شما میبینی که مساحت رو بهت میده، محیط هم بهت میده، میخواستی یه جوری اس و پی رو به شما غیر مستقیم بده. خب اس و پی اومده یه جوری حالا مثلا غیر مستقیم اینجا بهتون داده. خب وقتی که تو اس و پی رو داری یادش چی میفتی؟ وقتی میبینی اینجا اس رو بهت داده، خب ببین بچه این دوه رفت تو مخرجه. من وقتی هر تستی میزنم میبینم اس و پی رو دارم، جمع دوتا عدد دارم، ضرب دوتا عددم دارم، میگم آها من میتونم یه معادله درجه 2 تشکیل بدم. میتونم بگم x2 منهای sx به علاوه پی مساوی 0. دلتا میگیرم. دلتاش هم میشه ماشین حسابم داری دیگه. تو ماشین حساب بزنید بچه ها اینو دلتاشو بگید. خودم حساب میکنم. دلتا میشه وسطی به توان 2 121/4 منهای 4 برابر اولی ضرب در آخری میشه 24. مخرج مشترک 4 بگیریم چند میشه این؟ میشه 121 منهای 96 میشه 25/4. خب این میشه 25/4. این مستطیل هم سر جلسه بردارید بندازید اینور یه ذره کوچیکش کنید. این نوشته هاتون هم البته شما سر جلسه جا زیاد دارید چون برگ سفید بهتون میدن. در نتیجه ریشه هاشو پیدا میکنیم. منفی ب مثبت و منفی رادیکال دلتا به روی 2a. در نتیجه x رو پیدا میکنیم. ببین بچه اگر این دوتا رو با هم جمع بزنم 16 دوم میشه 8 تقسیم بر 2 میشه 4. اگر اینا هم منها کنم میشه 6 دوم میشه 3 به روی 2 میشه 3 دوم. خب پس من نتیجه میگیرم مستطیلی که دارم بچه طولش چنده؟ طولش ریشه بزرگ است، عرضش ریشه کوچیک است. میگه طول و عرضش رو مشخص کن. اون طولش بزرگ است، عرضش کوچیک است. این شکلی میشه. مخرج مشترک گرفتیم دیگه. مخرجا رو تو هم ضرب میکنیم. صورت اولی در مخرج دومی 24 ضرب در 4 میشه 96. خب بچه ببین این سوال توی کتاب درسیتون که اومده شما باید بتونی اینو با SOP ربط بدی. بعضی از بچه‌ها با دستگاه میرن که اون هدف کتاب درسی نیستش. گرفتی؟ این سوال ببین من چرا برای این قلب گذاشتم؟ به خاطر اینکه این سوالو دانش آموز سر جلسه یه جور دیگه حل میکنه. گرفتی چی میگم؟ آدم مثلا میگه خب بیا مثلا دستگاه تور بریم جلو. گرفتی؟ اینو توجه کنید. بچه ها سوال بعدی حل کن. بچه ها سوالات خوب بپرسید. به اون برگ باطل میدن یا نه من چه میدونم. یعنی یه سوالایی میپرسید که اصلا آدم دوست داره که فقط درس بده. سوال خوب بپرسید که من بتونم خوب جواب بدم. برو بعدی. آدم فکر میکنه کلاس اول ابتدایی نشسته اینجا داره گوش میکنه. سوال بعدی بچه ها انجام بدن. بودو ماشاءالله. برگ باطله میدن یا نه؟ یعنی اینو دانش آموز اول ابتدایی هم نمیپرسه. برو بعدی.
بودو ماشاءالله. پس بچه ها وقتی محیط ها میده 11 محیط میشه 2 برابر آلفا به علاوه بتا. پس آلفا به علاوه بتا میشه 11 دوم یا اس، ضرب هم که میشه 6 همون پی. خب اس رو داری، پی رو داری، معادله‌اش رو می‌نویسی، بعد با روش دلتا حل می‌کنی. خیلی راحته. خب سوال بعدی بچه سوال شبه نهایی بوده. سوالش خیلی قشنگه واقعا، خیلی زیباست، سوالش تمیز طرح شده. خب ببینید بچه ها، بیایید ببینیم که این سوال به چی میگه. میگه در معادله درجه دوم این یکی از ریشه ها 2 است، سی هم برابر 2 بیه. خب ببین بچه ها توی این معادله به جای سی میذاری 2 بی. خب به جای سی میذاریم 2 بی. اینجا من اینو حواسم هستش که به جای سی میذارم 2 بی. سی برابر است با 2 بی. خب ببین بچه ها، اگر من توی این معادله به جای سی بذارم 2 بی، خب سوال میگه یکی از ریشه ها 2 است. یکی از ریشه ها 2 است، به جای x میذارم 2. خب به جای x میذاریم 2. بچه اگر من به جای x بذارم 2، خب بچه چی میشه این؟ اینجا اگر به جای x بذارم 2 میشه 4 آیه، اینجا اگر بذارم 2 میشه 2 بیه، به علاوه 2 بی مساوی 0. در نتیجه ببین وقتی میگه یکی از ریشه هاش 2، خب به جای x بذار 2. در نتیجه 4 آ این میشه 4 بی، میره این ور میشه منفی 4 بی، پس آ میشه منفی بی. خب حالا بچه ها وقتی آ میشه منفی بی، معادله ما چه شکلی میشه؟ اگر که شما برداری به جای آ بذاری منفی بی، خب اگر من به جای آ بذارم منفی بی میشه منفی بی ایکس توی به علاوه بی ایکس به علاوه 2 بی مساوی 0. خب اگر که شما به جای آ بذاری منفی بی این شکلی میشه که اینو من یه تقسیم بر بی هم میتونم بکنم، برای اینکه حالا یه ذره قیافش ساده تر بشه. تقسیم بر بی کنیم میشه منفی ایکس توی به علاوه ایکس به علاوه 2 مساوی 0. حتی میتونی ضرب در یه منفی هم بکنید. ضرب در منفی کنید میشه ایکس توی منهای ایکس منهای 2 مساوی 0. این تجزیه میشه ایکس به علاوه 1 ایکس منهای 2، در نتیجه ایکس میشه 2 منفی 1. خب سوال گفته ریشه دیگه‌ش چیه؟ خب ریشه دیگه‌ش منفی 1. اینو بنویسید، جواب سوال طرف رو بدید. خب یه بار دیگه توضیح میدم این سوالو، خیلی قشنگه، سوال شبه نهایی هم هست. ببین میگه در معادله درجه دوم این یکی از ریشه ها 2 است. حالا این فعلا باشه تو گوشه ذهنت. گفته سی برابر 2 بیه. خب بچه ببین من به جای سی میذارم 2 بی، اینجا سی رو میذارم 2 بی که سی رو دیگه ولشون. حالا میگه که x مساوی 2 ریشه اینه. خب 2 به توان 2 میشه 4، 2 بی با 2 بی 4 بی میره این و منفی 4 بی، یه 4 خط میزنم، آ میشه منفی بی. خب آ میشه منفی بی، پس به جای آ میذاریم منفی بی. اینا تقسیم بی میکنیم، یه ضرب بر منفی هم میکنیم، تجزیه میکنیم، ریشه هاش اینا میشه. بعد حالا ریشه دیگهش منفی 1. شاید بعضی بگن خب آقای کرمی مثلا چه میدونم با اس و پی هم میشه این سوال رو رفت؟ بله. و شاید بگن آقا این سوال چه ربطی به ساخت معادله و اینا داشت؟ هیچی. من همینطوری این سواله رو دیدم گفتم کجا بذارم، بذار همینجا بذارم. خب گرفتید بچه ها تا اینجا کار؟ از 100% چند درصد یاد گرفتید؟ یا آمار بده ببینم از 100% چند درصد برم درس بعدی؟ شکل مکلا رو توضیح بدیم. همه کلاس بفرمایید. جنگ میشه یا مذاکره؟ به نظرم مذاکره میشه و شده، ولی خدا میدونه، راستش نمیدونم چی به چیه، ولی حسم میگه که مذاکره شده و تمومم شده.
ولی خب من کلا نظرات سیاسیم همیشه برعکس در میاد. خب ببینید بچه ها، عرضم به حضور شما که از اینجا به بعد میخوام راجع به نمودارها صحبت کنم. سکوت کامل دیگه توی چت اصلا حرف نزن، حرف نزن، گوش کن پای تخته، من حواسم جمع باشه. خب دانش آموزان محترم دقت کنید، ما زمانی که یه سهمی داریم AX2 به علاوه BX به علاوه C، وقتی توی سهمی داری خب این آیی که اینجا میبینید رو توجه کنید، ضریب x2. ببین اگر دهانه رو به بالا باشه، خب اگر آ مثبت باشه، دهانه رو به بالا باشه، خب ما به این میگیم رأس که این رأس مینیمومه. خب این رأس یه x داره یه y داره، xش میشه منفی b به روی 2a. بچه ها توجه کنن که x این میشه منفی b به روی 2a. خب اینو توجه داشته باشید. وایش هم که اینجا میشه، ببین بچه یه x داره یه y داره دیگه، اینم مینیمومه، دهانش هم این شکلی رو به بالا میشه. آها اینم بهتون بگم که بچه مثلا این خطی که اینجا در نظر میگیریم اینم در واقع نقش چی رو بازی میکنه؟ اینم محور تقارنه. حواستون باشه محور تقارن همون منفی b به روی 2a میشه. بذار من این پنجره رو ببندم. خب ببین پس بچه‌ها این محور تقارنی که اینجا می‌بینی همون منفی b به روی 2a. اگر دیدید مثلا یه نفر توی سوالی گفتش که محور تقارنش چیه، میگه منفی b به روی 2a. خب سهمی که سهمی که رو به پایینه، سهمی رو به پایین، این نقطه‌ای که اینجا می‌بینی رأسشه که این میشه ماکسیموم، و این محوری که اینجا ملاحظه میکنید این محور تقارنه که بچه این رأس این یه x داره یه y داره که بازم x رأس یا محور تقارن میشه منفی b به روی 2a. باید توجه داشته باشید بچه ها که ماکسیموم یا مینیموم فرمولاشون یکیه، جفتش میشه منفی b به روی 2a. منتها این نقطه‌ای که تو اینجا میبینی xش میشه منفی b به روی 2a. اگر بخوای وایش رو پیدا کنی خب میتونی مثلا بذاری توی معادله و وای رو به دست بیاری. خب حالا اینم بد نیست بهتون بگم که بچه این سی چیه؟ این سی هم محل برخورد با محور وای هاست. یعنی مثلا اگر اینا ادامه بدی هر جا محور وای ها رو قطع میکنه میشه این سی. مثلا اینا ادامه بدی اینجا میشه محل برخورد با محور وای ها. خب ببین هر جا، این جمله رو نگاه کن، هر جا کلمه ماکسیموم دیدی سهمی رو به پایینه. یعنی بچه ها علامت آ چیه؟ علامت آ چیه؟ هر جا سهمی رو به پایین بود آ منفیه. و هر جا کلمه مینیموم دیدی سهمی رو به بالاست و آ مثبته. اینجا سهمی رو به بالاست و آ مثبته. اینو دقت داشته باشید. خب حالا بچه‌ها میخوام راجع به رأس و وای رأس و اینا بیایم یه مقدار با هم دیگه صحبت داشته باشیم. بیایید یه لحظه پایین این کادر رو نگاه کنید. خب برای محاسبه x رأس چند تا راه داریم؟ خب یکی اینه منفی b به روی 2a. مثلا بچه اگر که شما یه معادله دیدی مثلا اینجوری یه معادله بهت دادم خب میشه منفی b به روی 2a. فقط حواست باشه بچه این دوتا رو قاطی نکنی ها. یه لحظه اینا نگاه کنید. x رأس یا محور تقارن یا ریشه مضاعف میشه منفی b به روی 2a، ولی جمع ریشه ها چی میشه؟ جمع ریشه ها میشه منفی b آ دیگه مخرجش 2 نداره. این مخرجش که 2 نداره میشه جمع ریشه ها. خب حالا ببین x رأس رو میخوای پیدا کنی بچه یه راه اینجوری هم داره. دقت کنید x رأس رو که میخوای پیدا کنی ببین شما فرض کن این یه ریشه هست، این هم یه ریشه هست، اینجا هم رأسه. خب اینجا هم فرض کن رأسه، اینجا هم x رأسه. خب بچه x رأس رو که میخوای پیدا کنی چی میشه؟ میشه جمع دو ریشه تقسیم بر 2. x رأس میشه وسط دو تا ریشه.
خب حالا بچه ها اگر که ما یه سهمی داشته باشیم، دو نقطه هم عرض داشته باشیم. شما فرض کنید که بچه ها من دو تا نقطه داشته باشم با ارتفاعهای برابر. من اگر دو تا نقطه داشته باشم با ارتفاعهای برابر، خب چجوری میام اینجا در واقع رأس سهمی رو پیدا میکنم؟ من اگر دو تا نقطه داشته باشم با ارتفاعهای برابر، خب اگر بخوام که رأس سهمی رو پیدا کنم، این دوتا رو جمع میزنم، تقسیم بر 2 میکنم، اون رأس سهمی رو به دست میارم. خب و یه چیز دیگه هم که باید دقت کنی، اگر یه معادله ای دادن که مربع کامل بود، وقتی میخوای رأسش رو پیدا کنی، میای ریشه این پرانتز رو پیدا میکنی به همراه این عدده وایش رو نشون میده. به منظورم چیه؟ یه لحظه گوش کن بچه ها. یه جمله سهمی از دو نقطه 1 و 9 و 7 و 9 میگذرد. سهمی از این دوتا نقطه میگذره بچه ها، ایکس رأس چی میشه؟ ایکس رأس ها من اگر بخوام پیدا کنم، چون این دوتا نقطه وای هاشون با هم برابره، دو نقطه همعرضه، میام ایکس هاشون رو با هم جمع میزنم، تقسیم بر 2 میکنم، یعنی میشه 7 به علاوه 1 تقسیم بر 2، پس ایکس رأس میشه 4. این 4 میشه. یا اگر بچه مثلا یه سهمی داشته باشم ایگرگ مساوی است با منفی 2 تا ایکس منهای 4 به توان 2 به علاوه 5، بچه ها رأس این سهمی چی میشه؟ من اگر رأس اینا بخوام پیدا کنم، میام ریشه اینا پیدا میکنم، ریشه این میشه 4، عدد بیرونش میشه 5، رأسش این شکلی میشه. بچه ها این سهمی رو به بالا یا رو به پایینه؟ بچه خیلی دیگه اینجا 180 درجه دارم میزنم. بچه این چون پشتش منفیه، سهمی رو به پایینه و ما چی داریم اینجا؟ ما ماکس داریم. بچه حواستون باشه که ما اینجا ماکسیموم داریم. خب این چون پشتش منفی داره، یعنی سهمی ما داره گریه میکنه. منفی یعنی داره گریه میکنه. اینو دقت. ریشه این میشه ایکس این، عدد بیرون این میشه وای این که شما عزیزان اینجا میبینید. حالا دانش آموزای عزیز دقت داشته باشن. ببینید من مقدار که میبینم یعنی چی؟ مقدار یعنی وای. بچه ها من گرمم میشه، راستش پنجره رو باید باز کنم، اوکیه؟ یه ذره صدا از بیرون میاد، استدیومون فعلا خونگیه، باید استدیو رو جمع کنم ببرم مؤسسه، هنوز نبردم. بچه ها مقدار که میگه، مقدار یعنی وای. ما وای رو چجوری پیدا میکنیم؟ منفی دلتا به روی 4a میشه، یا ایکس رأس رو در معادله جایگذاری کنید. آهان بچه ها دقت کن، وای رأس میشه منفی وای رأس میشه منفی دلتا به روی 4a. اینو با تفاضل ریشه ها قاطی نکنید، رادیکال دلتا به روی قدرها. اینو توجه کنید. یاد گرفتین تخته رو؟ بریم صفحه بعدی. آره یاد گرفتی؟ دیگه یه صدای 4 تا کلاغ هم میاد دیگه. یه صدای 4 تا کلاغی چیزی هم میشنوید شما سر کلاس عشق میکنید. یه صدا موتوری، یه صدا چیزی. استدیو خونگیه دیگه. خب بچه های عزیز، حالا بریم صفحه بعدی. اگر نوشتید برو صفحه بعدی ببینیم که داستان به چه صورتی هستش. برو صفحه بعدی. خب ببین بچه ها، عرضم به حضور شما که صفحه بعدی ما موضوعی که میخواییم راجبش صحبت کنیم، من یکم بیاراش پایین تر. خب ببین بچه ها، آ دهانه سهمی را نشان میدهد. درسته؟ آ دهانه سهمی را نشون میده.
خب این دهانش رو به بالاست، خب میگیم آ مثبته. این دهانش رو به پایینه، آ منفیه. این دهانش رو به بالاست، آ مثبته. این دهانش رو به پایینه، آ منفیه. آ دهانه رو نشون میده. خب سی چیا نشون میده؟ سی محل برخورد با محور وای ها. خب ببینید بچه ها، اینجا محل برخورد با محور وای ها مثبته، سی مثبته. اینجا سی، ببینید بچه ها محور وای ها رو نگاه کنید. خب این از اینجا بالاتره، خب سی مثبته. اینجا محل برخورد با محور وای ها، سی چیه اینجا؟ مثبته. بچه در امتحان نهایی شکل میده، جا خالی میده، تو باید علامت ABC رو بتونی تشخیص بدی. خب اینجا محل برخورد با محور وای ها، خب این پایینه دیگه، اینجا سی منفیه. اینجا سی محل برخورد با محور وای ها رو نشون میده که سی منفیه. این شکلی میشه. حالا دانش آموزان عزیز توجه کنن، بی چیه؟ بی شیب در محل برخورد با محور وای هاست. بچه بی، حالا اگر یه ذره فیزیک بلد باشی، یعنی سرعت شروع. خب بی میشه سرعت شروع. بچه ها ببینید، بی میشه شیب در محل برخورد با محور وای ها. بچه ها محل برخورد با محور وای ها رو نگاه کنید. محل برخورد با محور وای ها، بچه ها این شیبش چی میشه؟ به این جایی که محور وای ها رو قطع میکنه، شیب این چیه؟ شیب این اینجا منفیه، پس بی منفیه. خب این جایی که بچه ها محور وای ها رو اینجا قطع میکنه، جایی که محور وای ها رو قطع میکنه، این شیبش مثبته. این جایی که محور وای ها رو قطع میکنه، اینجا جایی که محور وای ها رو قطع میکنه بی منفیه. این جایی که محور وای ها رو قطع میکنه بچه شیبش چیه؟ ببین این داره میره، جایی که محور وای ها رو قطع میکنه داره میره به سمت بالا، بی مثبت. این جایی که محور وای ها رو قطع میکنه این شیبش منفی، این مثبته. اینو دقت داشته باشید. خب حالا بچه‌ها یه چیزی بهت بگم. شاید بعضی از بچه‌ها بگن خب آقای کرمی، اگر که من خواستم علامت بیو تشخیص بدم، آیا مثلا یه راه تشریحی طورم داره؟ آره داره، ولی خب خیلی هم به درد نمیخوره. ولی من میگم برای تشخیص علامت B از علامت X رسم می توانید کمک بگیرید. از علامت X رسم می توانید کمک بگیرید. برای تشخیص علامت B از علامت X رسم می توانید کمک بگیرید. از رسم میتونید استفاده کنید. سی رو یه بار بگم. ببین سی یعنی محل برخورد با محور وای ها. حالا این محور وای هاست، محل برخوردش این پایینه، پس سی منفیه. این محور وای هاست، محل برخوردش این پایینه، پس سی منفیه. این محور وای هاست، محل برخوردش این بالاست، پس سی مثبته. این محل برخوردش با محور وای ها مثبت. خب حالاش میپرسن که آقای کرمی، من اگر بخوام با رسم بگم چطوریه؟ خب ببین مثلا این رأسش رو نگاه کن. ایکس رأس اینجاست. خب اینجا ایکس رأس چیه؟ اینجا ایکس رأس مثبته. به این شکل آخری خیره شید، نگاه کن. ایکس رأس مثبته. ایکس رأس میشه منفی بی به روی 2. ایکس رأس میشه منفی بی به روی 2 که مثبته. حالا اینو در یه منفی 2 ضرب میکنیم. چرا در منفی 2 ضرب میکنیم؟ چون میخوام این منفیش بپره، 2 هم بپره. خب حالا ببینیم علامت این چیه. مگه آ منفی نیست؟ آ چون منفیه با این منفیه میشه مثبت. خب من اگر اینو ضرب بر این کنم یه بی میمونه، علامت هم عوض نمیشه. چرا علامت عوض نمیشه؟ چون این یه عبارت مثبت.
پس اینجا من میفهمم بی مثبته. یه بار دیگه ببین این یه استدلال تشریحی طوره، خب ولی اینا رو معمولا چون جا خالی میدن خیلی نیازی نیست. ببین بچه اینجا x رأسه، خب x رأس مثبته، x رأس میشه منفی b به روی 2a. خب چون a منفیه، ببین اینو ضرب بر منفی 2a میکنیم، چون a منفیه منفی 2a میشه مثبت. خب اگر من ضرب در منفی 2a کنم علامت تغییر نمیکنه، میشه b بزرگتر از 0. بذار یه مثال دیگه بزنم. مثلا بچه ها بیاید این شکل رو ببینید، مثلا این شکل. خب نه این شبیه اینه، ولش. مثلا اینو بیایید نگاه کنید، مثلا این. خب اینجا x رأس، x رأس اینجا یه عدد مثبته، درسته؟ x رأس ببین چون اینوره مثبته، اگر اینور بود منفی میشد، سمت راست مثبت. x رأس مثبته، خب x رأس میشه منفی b به روی 2a. این مثبته. اینو برمیدارید در منفی 2a ضرب میکنید. خب بچه ها ضرب در منفی 2a کنم چی میشه؟ ضرب در منفی 2a کنم چون a مثبته این عبارت منفی میشه. خب من اگر ضرب در منفی 2a بکنم اینجا یه b میمونه، ضرب در منفی 2a کنم چون منفی علامت عوض میشه، میشه b کوچیک‌تر از 0. این شکلی میشه. ولی خب میگم این راه خیلی مهم نیست، همون راه اول یاد بگیری کفایت میکنه واسه. ببینین جایی که محور وای ها رو قطع میکنه به سمت پایینه، پس بی منفیه. این به سمت بالاه، بی مثبت. به سمت پایینه، بی منفی. به سمت بالاه، بی مثبت. این شکل. خب حالا شما سوال بعدی رو حل کنید، ببینید که سوال بعدی ازتون چی میخواد. به من بگید سوال بعدی ماکسیموم داره یا مینیموم داره. بچه ها رأس سهمیه رو پیدا کنید. رأس سهمیه رو پیدا کنید. دکتر مرادی عالیه تدریسش. بچه ها کلاسای نهاییمون خوب بوده واسهتون؟ آره شیمی، فیزیک، زیست. آقای مرادی هم تازه به مجموعمون اضافه شده، ایشون هم پزشکی دانشگاه تهران خوندن و خیلی آدم باسوادی هستن و چندین ساله که از دوستان ما هستن و تو این حوزه کار میکنن. بچه بیایید حالا اینو حل کنیم ببینیم که این چطوریه. خیلی کامل درس میدن دیگه. خب حالا یکی دو تا معلم دیگه هم تو درس‌های دیگه داریم اضافه میکنیم، اونا هم ببینید. مطمئنم که یکی دو تا معلم دیگه هم داریم اضافه میکنیم که هر جفتشون پزشکی دانشگاه تهران خوندن. خب بچه ببین حل کنیم. این چون پشتش منفی داره، این منفی که اینجا میبینید این یعنی ما چی داریم اینجا؟ یعنی سهمی رو به پایینه. سهمی که رو به پایینه یعنی ما ماکسیموم داریم. خب ماکسیموم داریم. حالا بچه میخوام وقتی می ماکسیموم یا مینیموم این تابع رو پیدا کنید، ماکسیموم مینیموم که میخوای پیدا کنی یعنی باید رأسش رو پیدا کنی. خب بچه باید رأس سهمیه پیدا کنیم. x رأس میشه منفی b به روی 2a. خب بچه منفی b به روی 2a چی میشه؟ میشه منفی وسطی به روی 2 برابر اولی x رأس میشه 1. x رأس میشه 1. بچه حالا که x رأس میشه 1 y رأس چی میشه؟ خب میایم اینجا 1 میذاریم، میشه منفی 1 به توان 2 به علاوه 2 ضرب در 1 به علاوه 3 میشه 4. بنابراین رأس این سهمی میشه 1 و 4. رأس این سهمیه میشه 1 و 4 که اینجا شما عزیزان میبینید. حالا بچه ها بریم بعدی. میگه تعیین کنید کدام یکی از سهمیه‌های زیر ماکسیموم داره، کدوم مینیموم داره، سپس مقدار ماکسیموم مینیموم رو پیدا کنید. اصلا دلتا نمیخواد اینجا. ببین خب این چون پشتش منفیه سهمی رو به پایینه، ماکسیموم داریم. خب رأسش رو اگر بخوام پیدا کنم چی میشه؟ میشه ریشه این که منفی 1 عدد بیرون این 3. تمام شد. میریم بعدی.
بعدی چون پشتش مثبت مینیمم داریم. سهمی رو به بالاست مینیمم داریم. خب x رأس چی میشه؟ منفی b به روی 2. منفی وسطی به روی 2 برابر اولی x رأس میشه 2. اینجوری بچه ها رأس رو پیدا کنید. x رأس میشه منفی b به روی 2. حالا اینو جایگذاری کنید. اگر 2 رو اینجا بذارم میشه 2 به توان 2 منهای 4 ضرب در 2 بر به 9 میشه 4 منهای 8 منفی 4 با 9 میشه 5. بنابراین رأس این سهمی میشه 2 و 5 به این صورت میشه. خب حالا بچه ها بعدی ماکسیموم داره یا مینیموم داره؟ ماکسیموم مینیموم تو پیدا کن. بودو ببینم بعدی ماکسیموم مینیمومش رو بفرست تو چت ببینم چی میشه. بودو رأسش رو پیدا کن دیگه. همه روش هایی که اینجا می نویسیم نهاییه بچه ها. سوال بعدی ها بچه ها حل کنن. ببین که سوال بعدی چیه. بچه ها نگاه کنید. ببین این آه، این بیه، این سیه. خب آ بی سی. خب وقتی اینجا میبینی آ منفیه، آ منفیه یعنی داره گریه میکنه. خب وقتی داره گریه میکنه یعنی چی داره؟ یعنی این بالاترین داره، یعنی ماکس داره، ماکسیموم داره. خب حالا که ماکسیموم داره من ایکس رأسش شکلی پیدا میکنم. خب ایکس رأس رو که من میخوام پیدا کنم میشه منفی بی به روی 2. منفی وسطی 2 برابر اولی ایکس رأس میشه 2. حالا که x رأس میشه 2 وایش چطوری پیدا کنم؟ یه 2 تو این میذارم. منفی 2 تا در 2 به توان 2 به علاوه 8 ضرب در 2 منهای 5 یعنی میشه منفی 8 و 16 8 منهای 3 میشه 8 منهای 5 میشه 3. خلاصه ماکسیموم این میشه نقطه 2 و 3. خب ولی یه چیز دیگه بچه اینجا بهت بگم حالا راجع به اینا. بچه الان مقدار مثلا مثال اولی مقدار ماکسیموم این چنده؟ مقدار ماکسیموم این 3. خب یا مثلا سوال بعدی سوال دوم مقدار مینیموم این چنده؟ مقدار مینیموم این وایشو میگی 5. یا مقدار ماکسیموم این چی میشه؟ مقدار ماکسیموم این میشه 3. چرا آلفا رو با این ف می‌نویسیم؟ چرا آلفا رو اینجوری می‌نویسیم؟ چون که ثبات نداریم. یکی از بچه‌ها میپرسه چرا آلفا رو اینجوری می‌نویسید؟ چرا اینجوری می‌نویسید؟ ما یه مقدار سوادمون کمه به خاطر همین اینجوری می‌نویسیم. شما به دل نگیر. شما اینجوری بنویسید. با سوادا این شکلی می‌نویسم. خب حالا وای رو اشتباه نکنم نه دیگه 2 رو بزن اینجا. خب 2 رو بزن اینجا میشه منفی 8 و 16 میشه 8 منهای 5 3 میشه درسته دیگه. خب حالا برو صفحه بعدی ببینیم که صفحه بعدی چی میگه. صفحه بعدی رو بچه ها بیارن بحثمون رو ادامه بدیم ببینیم قصه به چه صورته. صفحه بعدی بیارید. بود. خب ببینید عزیزان بیشتر به نظرم تمرکزتون رو همین مبحث بذارید خیلی فکرتون رو درگیر نکنید. خب بیایید بریم صفحه بعدی ببینیم که قصه به چه صورته. استراحت نمیدی؟ نه دیگه صدا جغد میاد. حیوان خونگی من جغده. نه البته شوخی میکنم حیوان نداریم. خب توهم زدید به نظرم. خب ببینید بچه ها گاهی اوقات یک نمودار به شما میدن
و از تو میخوان که ضابطه‌ش رو بنویسی. گاهی اوقات یه نمودار میدن و از تو ضابطه رو میخوان. من اگر یه نمودار داشته باشم چگونه ضابطه‌ش رو پیدا میکنم؟ خب قسمت دو حالت داره. ببین بچه یه نمودار میبینی بعد میخوایی معادلش رو پیدا کنی. اگر رأس رو به شما داده باشن، شما فرض کن که اینجا رأس رو داده باشن، خب بچه اگر شما تو یک سوالی رأس رو داشتی معادلش این شکلی میشه آ در x منهای x رأس به توان 2 به علاوه وای رأس. از این فرمول رو می-نویسی و جایگذاری میکنی. خیلی راحت ها. x رأس رو میذاری اینجا، وای رأس هم میذاری اینجا. خب آقای کرمی آ رو چه شکلی پیدا کنیم؟ نقطه‌ای بجز رأس را در رابطه قرار دهید. یه نقطه‌ای بجز رأس رو تو این رابطه قرار میدیم و کارش رو انجام. یه نقطه میذاری توش، مثلا به جای x و y یه نقطه میذاری، باید یه نقطه دیگه هم بدن. ببین رأس خالی فایده نداره، باید یه نقطه دیگه هم بدن که ما بتونیم آ رو به دست بیاریم. خب حالا بچه اگر ریشه ها رو به شما دادن چی؟ اگر ریشه ها رو به شما دادن چه اتفاقی میفته؟ ببین بچه ها وقتی ریشه ها رو بهت میدن اینجوری نویسی، میگی آ در ایک. ببین مثلا ریشه هاتون فرض کنید آلفا و بتا. خب میگی آ در ایکس منهای آلفا در ایکس منهای بتا. خب آ رو چه شکلی پیدا میکنی؟ نقطه‌ای بجز ریشه ها را در رابطه قرار دهید. بچه اینجا صدا باده میپیچه، فکر کنم صدا جغده. خب بچه ها پس ما اینجا میگیم جغد، اینجا میگیم x منهای آلفا x منهای بتا. آ رو چه شکلی پیدا کنیم؟ یه نقطه جایگذاری میکنید بجز ریشه ها، یه نقطه بجز ریشه ها جایگذاری میکنید، آ به دست میاد این شکلی. خب یعنی بچه ها شما یه چیزی که از صحبت های من اینجا متوجه میشیم چیه؟ وقتی رأس میده یه نقطه هم باید کنارش بده. ببین من اگر یه رأس رو داشته باشم با یه نقطه میتونم معادله رو پیدا کنم. من اگر ریشه ها رو داشته باشم با یه نقطه میتونم معادله‌شو پیدا کنم. اگر ریشه ها رو داشته باشم با یه نقطه میتونم معادله‌شو پیدا کنیم. اینو دقیقاً این جفت اینا باید باشه، این دوتا باید باشه که من بتونم معادله‌شو به دست بیارم. خب حالا بذار یه مثال واسط بزنم. فهمیدی قصه چیه؟ آره تو وقتی رأس رو داری با یه نقطه میتونی معادله‌شو بنویسی، وقتی که ریشه ها رو داری با یه نقطه میتونی معادله‌شو بنویسی. خب حالا بچه ها ما الان مثلا نگاه کن، میگه ضابطه جبری اینا رو بنویسید. خب نگاه کن، بذار من توضیح بدم قشنگ به مثلا قسمت الف رو ببینید. بچه ها شما چی رو داری الان؟ ببین الان این ریشه هاشو نگاه کن. ریشه های این چیه؟ سوال. خب اینجا رو داده 0، اینجا هم داده 2. خب ریشه هاشو ما داریم، البته رأسش هم داریم. بچه ها رأسش هم میشه به حضور درس کنم که خب اگر اینجا 0 و 2 باشه خب اینجا میشه 1، اینجا میشه 1. خب حالا قسمت الف رو به نظر تو با رأس برم یا با ریشه برم؟ مثلا با کدومش بریم؟ با هر کدوم عشقت میکشه. مثلا من بچه ها قسمت الف رو دوست دارم که مثلا با چی برم؟ مثلا با رأس بریم. خب با رأس میخوایم اینو بریم. خب فرمولش رو می‌نویسی y مساوی است با آ در x منهای x رأس به توان 2 به علاوه وای رأس. من میخوام اینو با رأس برم. حالا با رأس بریم میشه. خب بچه ها رأسش چیه اینجا؟ رأس این چیه؟ ببین رأس این
پس ببین اینجا صفر، اینجا یک، اینجا دو، رأسش میشه 1 و منفی 4. خب رأس این میشود 1 و منفی 4. خب معادلش رو می‌نویسیم. y مساوی است با a ضرب در x منهای x رأس. خب رأسش 1، y رأس چنده؟ منفی 4. با رأسش هست 1 و منفی 4. 1 و منفی 4. خب حالا آ رو چه شکلی پیدا کنیم؟ یه نقطه باید تو این جایگذاری کنیم. بچه چه نقطه جایگذاری کنیم؟ به جز رأس یه نقطه دیگه، مثلا من این نقطه رو جایگذاری میکنم، 0 و 0 رو جایگذاری میکنم. به جای x میذارم 0، به جای y هم میذارم 0. پس بچه به جای y 0 میذارم، به جای x هم 0 میذارم. خب 4 رو میبرم اینور، این میشه 1، میشه a میشه 4. خب حالا بچه ها اگر به جای آ بذاریم 4 چی میشه اینجا؟ اگر به جای آ بذاریم 4 میشه 4 در x منهای 1 به توان 2 منهای 4. این میشه معادله ما که اینجا میبینید. این سهمی ما میشه که اینجا میبینید. با ریشه ها هم میتونستید برید. خب حالا بچه ها وسطی رو ببینید. خب بچه ها وسطی ببینید، اینجا رو داده 2، یه ریشهش رو داده 2. خب این محور تقارنش رو داده 3، پس اینجا میشه 4. خب وسطی و بچه از چی بریم؟ ببین اینجا 2 محور تقارنش 3، اینجا 4. بچه وسطی و مجبورم که با ریشه ها برم. ریشه های این میشه 2 4. وسطی و مجبورم با ریشه ها برم. خب فرمولش هم می‌نویسیم اول. بچه فرمول خیلی مهمه. میگم y مساوی است با a ضرب در x منهای آلفا در x منهای بتا. خب میگیم y مساوی است با a ضرب در x منهای اولین ریشه 2، اون یکی ریشه 4. حالا برای پیدا کردن a باید یک عدد جایگذاری کنید. چه عددی تو این جایگذاری میکنم بچه ها؟ خب یه نقطه تو این، مثلا این نقطه رو ببین اینجا الکی که نداده، 0 و 4 رو جایگذاری میکنم. نقطه 0 و 4 رو جایگذاری میکنم، به جای y میذارم 4، به جای x میذارم 0. a میشه چی؟ a میشه 1/2. اینجا a برابر 1/2 میشه. پس معادله ما چی میشه؟ اگر به جای a بذاری 1/2، اینجا میشه 1/2 در x منهای 2 در x منهای 4. این میشه معادله ای که شما عزیزان مشاهده میکنید. این میشه معادله ما که من اینجا با ریشه ها رفتم. خب چرا مجبورم با ریشه برم؟ چون رأس و وایشو ندارم. ببین الان مثلا این رأسی که اینجا میبینید و الان شما این رأسی که اینجا میبینید و وایشو ندارید. شما زمانی از رأس میتونی استفاده کنی هم ایکسشو داشته باشی هم وایشو. خب الان سوال بعدی بچه ها با چه تکنیکی باید بریم؟ با چه روشی بریم؟ برو بعدی ببینیم چه میکنی؟ بدو پسر دختر خوب. بچه ها سوال بعدی رو بررسی کنید. بچه ها سوال بعدی رو بررسی کنن. سوال بعدی دانش آموزان عزیز، شما چی داری؟ شما چیزی که اینجا داری رأس این سهمیه. رأس این سهمی چون روی محور ایکس هست میشه 2 0. فرمولش هم که اینه. y مساوی است با a ضرب در x منهای x رأس به توان 2 به علاوه y رأس. خب حالا برای اینکه a رو پیدا کنی یه نقطه جایگذاری میکنی. این نقطه رو شما اینجا ببین دیگه. وقتی میبینی به جز رأس یه نقطه دیگه هم بهت داده، این نقطه‌ای که اینجا داده رو داده که تو a رو پیدا کنی.
پس بچه من نقطه 0 و 4 رو توی این جایگذاری میکنم. به جای y میذارم 4، به جای x میذارم 0. پس آ میشه 1. بنابراین معادله این میشه چی؟ معادله این میشه y مساوی است با به جای آ میذارم 1، کلا میشه x منهای 2 به توان 2. خب همین دیگه. یه استراحت بهتون بدیم بچه ها تا ساعت 4:55 به من بگید از 100% چند درصد یاد گرفتید؟ همه کلاس بگن از 100% چند درصد یاد گرفتید؟ یه استراحت کنیم برگردیم بحث ادامه بدیم. بچه ها به نظرم دیگه همه چیه سالیانه رو دارم واسط مرور میکنم دیگه. خدایی دیگه خسته نباشید تا یه رو دیگه. فعلا خدا نگهدار.